گفته که زیر 44 دقیقه باید یه دونه نیزه آهنی درست کنی. حالا چرا 44 دقیقه؟ میشه واسم توضیح بدی؟ حالا بی خیال کار. بزن بریم. خیلی خوب. 3 2 وایسا 44 دقیقه وقت زیادیه. من میتونم تو کمتر 44 دقیقه این نیزه آهنی درست کنم. پس دیگه تایمر نمیذارم. همین الان شروع میکنیم. باید این درخت رو با دستانی پرتوان بکنیم. دستانی پرتوانتر از دستان پوریای ولی. خب حالا کرافتینگ تیبل رو میذاریم کنار این گاوه. رو کنار. جوریه که تو شاخ داری و میخواب بشنده. بذارید واسه تو نیزه رو این امتحان کنم. حالا باید بریم ابزارمون رو سنگی کنیم. ویلیج اشمان ویلیج. راستی میتونم آیرون گولمشون رو بکشم و توی کمتر از 5 دقیقه نیزه آهنی درست کنم. بیا میخوام با نیزه بزنم. کشتمش. اینا رو بده من. اینو بکاریم. اگه همین الان این ویدیو رو لایک کنی و چنل رو سابسکرایب کنی اون بچه ویلیجری که اون عقبه رو با این نیزه میکشم. سابسکرایب کردی؟ خب برو بریم. ای بچه خوشگل. این ضربه اول. کجا داری میری؟ یکی دیگه. کجا رفتی؟ چقدر فرار میکنی از دست من؟ توی خونه خالی گیرت آوردم.